بینندگان و شنوندگان بخش خبرهای فارسی روشنلا تیوی، سلام من و همکارانم را پذیرا باشید. از شما دعوت می‌کنیم با خبرهای امروز دوشنبه 19 فروردین 98 خورشیدی با ما همراه باشید. ریزش دیوار در حال احداث در بوکان جان یک کارگر را گرفت. اخیراً به علت عدم رعایت اصول ایمنی و فقدان تجهیزات ایمنی در محیط‌های کاری به سبب ریزش دیوار بلند ساختمانی در حال احداث در کوی مهندسین در بوکان یک کارگر جان خود را از دست داد و 2 کارگر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند. 2 کارگر زخمی این حادثه توسط شهروندان محلی و عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند. شایان ذکر است که فقدان ایمنی در محیط کار به معضلی برای کارگران به ویژه کارگران ساختمانی مبدل شده و کارفرمایان نیز نسبت به این مسئله بی‌تفاوت هستند و در جهت فراهم کردن ایمنی محیط کار برای کارگران هیچ اقدامی صورت ندادند. تهدید اعضای کمپین‌های مردمی در اشنویه و مهاباد از سوی اطلاعات. دیروز یکشنبه برابر با 18 فروردین ماه سال جاری، نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات انجمن مردمی زاگرس چوارمنه را تهدید به جمع‌آوری کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده کردند. از سوی دیگر عوامل اطلاعاتی اعضای انجمن ژیانوی سروشتی مهاباد را تهدید به فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری کمک‌های مردمی در خصوص کمک و یاری رساندن به شهروندان مناطق سیل‌زده کردند. لازم به ذکر است که علیرغم تهدید نهادها و ارگان‌های امنیتی رژیم اسلامی در خصوص یاری رساندن شهروندان کرد به مناطق سیل‌زده، کمپین‌های مردم نهاد در مناطق مختلف کردستان با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده است. تهدید به مرگ 2 زندانی سیاسی کرد در زندان فشافویه تهران. بنا به خبرهای منتشر شده، 2 زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان فشافویه تهران با اسامی برزان محمدی اهل سروآباد در مریوان و شیر محمد علی که در اواخر اسفند ماه سال گذشته به نشانه اعتراض به وضعیت نامطلوب نگهداریشان در زندان دست به اعتصاب غزا زده بودند، از سوی یکی از افسران زندان فشافویه تهدید به مرگ شدند. این 2 زندانی سیاسی تاکید کردند تا زمان تحقق خواسته هایشان دست از اعتصاب نخواهند کشید. سازمان عفو بین الملل: 3 کودک مجرم در ایران کماکان در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. اخیراً سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام 3 کودک مجرم با اسامی محمد کلهر، برزان نصرالله زاده و شایان سعیدپور از سوی دستگاه قضایی ایران که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند شد. پیماننامه حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده است بیان می‌دارد که مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان مجرم نباید اعمال شود. همچنین این سازمان بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر صراحتاً استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان جرم زیر سن قانونی بودند را مطلقاً ممنوع می‌دارد و بارها از مسئولین و کارگزاران دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی به سبب اعدام کودکان مجرم به شدت انتقاد کرده و خواستار لغو حکم اعدام این 3 کودک مجرم شده است. گزارشات در مناطق سیل‌زده ایران حاکی از وضعیت نامناسب سیل‌زدگان دارد. علیرغم گذشت بیش از 19 روز از جاری شدن سیل در ایران، اخبار و گزارشات، تصاویر و ویدیو کلیپ‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تاکنون به برخی از ساکنین این مناطق امداد رسانی نشده و بیشتر مردمان مناطق سیل زده به ویژه در خوزستان و لرستان همچنان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند. از یک طرف با توجه به تشدید بارندگی‌های فصلی و روند ذوب شدن بیشتر برفا در برخی از مناطق و همچنین
کندی کمک رسانی دولت و نهادهای مربوطه و از سوی دیگر وضعیت دوی آبهای سدهای مناطق سیل زده در لرستان و خوزستان من جمله سدهای دز و کرخه بیم آن می رود که تعداد بیشتری از شهرها و روستاهای این مناطق تحت تأثیر سیل و آب گرفتگی قرار گیرند. لازم به ذکر است که سیل سراسری در ایران تاکنون بیش از 70 نفر را در شهرهای مختلف قربانی کرده و هزاران آواره و بیخانمان بر جای گذاشته است. تکرار وعده‌های گذشته حسن روحانی برای پرداخت سریع خسارت‌های مالی به سیل زدگان. بر اساس خبرهای منتشر شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داد که برای جبران خسارات سیل اقدام سریع انجام خواهد داد. در همین راستا حسن روحانی در جلسه هیئت دولت به همه وزارتخانه‌ها دستور داد که از میزان خسارت‌های وارده به خانه‌ها، واحدهای صنعتی، مزارع و باغات و دامداری‌ها ارزیابی دقیقی ارائه کنند تا هزینه‌های لازم جهت جبران این خسارات ارائه شوند. پیشتر نیز روحانی چنین وعده‌های مشابهی را به مناطق زلزله زده در کرمانشاه داده بود، اما با گذشت حدود 2 سال از زلزله در کرمانشاه مردم همچنان در کارنکس و چادر به سر میبرند. وعده روحانی برای پرداخت سریع خسارت به سیل زدگان در حالی عنوان شده که بیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول او اذعان کرده بود که وعده‌های دولت در پرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیل شوشتر در سال 95 هنوز عملی نشده است. عزیزان و همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.